دوستان سلام علیکم. روز همگیتون بخیر باشد. امروز 31 دکبر سال 2023 و از سببی که امروز جشن گفتگو با سال نوی برای وزیر سلام علیکم خبره برای سال نوی به این خاطر مغازین ریال فوند امروز تا ساعت 19:00 در کار میکند. میتونید که تا 19:00 بیاید مغازین تلفنتون خرید کنید. بچه‌ها اومدن مغازین تلفن خریدن و از میدونن که بچه‌ها چی تلفن خریدن چی نخریدن همش میتونید ببینید. و اگر که شما نیتی اومدن داشته باشید مغازین تا ساعت 19:00 یعنی که تا ساعت 7 امروز کار میکنن. اگر مثلا که پگاه کار میکنن کار نمیکنن چه روزی او تسجیل کردن حتما ما در کانال ویدیو کرده میبریم و آدرس ها را با در آخر ویدیو میبینیم چه خیلی مترو میبینیم چه خیلی نمیبینیم همش پادرار میفهمون. اگر نیتی اومدن داشته باشین بردار عزیز مرامت تا ساعت 19:00 یعنی که تا 7 بگه ما شما را در مغازین انتظاریم به مال اومدن میگیریم و این باشه از مغازین میداریم. خدا خواهد در مغازین چی گپ چه رفته سه ما شاید چی گپ برات یا کدی تا 14 گرفته خب 14 ای واقعا دینا گرفته بود امروز گرفت بو. السلام علیکم چخه خوبی سلامتی نغزم کار برو خوبه прямо до камеры خدم قال یوتیوب دا میبرو یک استاغا اگه جوزا کس که استی ای نواگیره مترو نواگیره وا تا نه اومدی پیالا چای بگیری یوخی ای بچه گاو نسته خیلی نیستی که برای شو اینا از تلفنات ا 14 564 ها نکه یا 28 ابی شو хорошо حرکت میکنیم شلو. خب بارداری عزیز پاورکوش هم میبینیم که چی میبره. خب یا آدمی بیگونه بیاده استاد بیا برای من اکر دو تا پدرکه بگی بتیمون مثلا که با خودش گرفته اینا از تقن یا که این استاد میگیره میتیه دو تا پدرکه معلم میگیره دو تا بگی تقا یکی بره یا تنه دو تا بگی کنی چی میبره بکشوش تقا کنی میکشویمشا اینا بسم الله. خب معلم برو اومدن میبینه که چی بمره بعد از مبارک استاد هیچ خول نیست برات دوخیره که بچه چیزی مکانیکی ساعت را بته اجا ساعتی مکانیکی تقاعدش برومال نچخه بچه‌ها دستن ساعتی مکانیکی برومال و دیم شما میکشیم تقاعد کنیم بیا یوش کارو کار تمام خپم دیم شما میبینه که چی میبره کنیم معلم که دست مبارک دیگه تبینیم ان شاء الله دست کوش چی برومال دیگه پاور بانک تا 10000 ماچ پاور بانک 10000 ماچ اینا تقا یک پاور بانک دیگه 10000 ماچ اینا پاور بانک دیگه دادریم اتوبوس دیگه یا که دادر تاکسی فکری باتری کرا نمیکنی به موال تلفن دا زره مونده گشته میگیری معلم 1000 آمد کلام معلم خمونه استاد گاو نستا این معلم خطی خدم همکاس بوده مرا ماتماتیک معلم ماتماتیک بوده معلم شاگرد یگان شاگرد باشه بیار خطیشون چیز کنه شاگردان اونا جنگ بندازه بعدن شاگرد دارم دانشگاه داخل کردگیم از شاگردان میبینم ویدیو را اگر یگان شاگرد داشته بیار جنگ میمونیم. خب تا معلم چی فکر اومد چی پدرک چی تلفن گرفتی چی فکر کردی معلم گاو نسته این تقا خیلی گازا نرخ نوای تلفن چی خیلی نقشون سوز و تلفن خوبه بچه‌ها بیم خرید گاو تقا جای وطنی ای تاجیکستان شرق قربان تپه گاو نسته بچهای وقت 10000 آمد که اون اینا بیا کو سلام علیکم بیا اگه او بچه ما وقت اینجا تقا کوف چیکار کنه تلفن بیور کرده نه تلفن خوبه ده 3000 دیگه مغازینا فرق داره گاو نسته با پدرکوش نمیگو با پدرکوش نمیگو جدا خب اینجا چی اینا بچه‌ها چه خریدن بچه‌ها تلفن خریدن تو ساعت 17:00 ترگو سنتر محکم اجازه تا 17:00 کسی که اگر اومده بتونه مرامت بیاد مغازین کار کنه سلام علیکم را و این تقا باشد ماشینکا تلفن دا پدر که گرفته نه ماشینکا گاو نیست ماشینکا کامون کینگ تاکس دوی نه بچو ماشینکا رقمو برای مراجعه و این ساعت نشون دادی برات عادل اینا بچو ساعت مکانیکی که نه آیا کدا برو نیم خیلی ساعتو میتیم کدوم شکلی بر کرده باشه هم ساعت پدرکش میشه تاکس تو به مال اومده میگیری و مغازین دا باشد همین خیلی پدرکو هست اینجا دا بود пожалуйста باز آخر ویدیو دا میمونم چه مغازین اومدن تو همش به مال دیدن تو ممکن مغازین ریال فون تو ساعت 19:00 کار میکنیم.